با دستگیری همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان امروزها در مناطق گوناگون مملکت کارهای سازندگی و آبادانی جهت رشد محل و بهتر نمودن سطح و صفت زندگی ساکنان دهات دوردست انجام داده می شوند. چنین تدبیرهای آبادانی در 4 دهه ناحیه شهر نو نیز جریان دارند که از جانب کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دایره لایحه گرانتی پیلوتی به راه مانده شده است. از جمله در دهه حیات نو 1 کیلومتر و 200 متر راه محلی اسفالت پوش کرده شد که حالا ساکنان از این مسیر جهت حرکت بمامونیت نقلیات و انتقال مال و محصولات خود استفاده میبرند. با دستگیری کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 1 کیلومتر 200 متر راه را اسفالت کردیم. حالا این راه را ساکنان با ثمرناک استفاده میبرند. مینتداری ساکنان دهه حیات نو را با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم معلی رحمان میرسانم. همین گونه کارهای آبادانی در دهه فیضبخش نیز به راه مانده شد که در دایره آن 70 سیمچوب و 4.5 کیلومتر خط انتقال نیروی برق پورا عوض گردیده جهت روشننمایی کوچه ها 80 عدد فروزانک های آفتابی خریداری و نصب کرده شدند. همزمان در این دهه 2 عدد ترانسفورماتور عوض گردیده بیش از 2 کیلومتر راههای بین دهوی را ساکنان طریق حشرهای دست جمعانه شغل پوش نمودند. ساکنان دهه با تصمیم گرفتیم که با دستگیری اجرای حکومت دولتی و رشد محل بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با یک قطار کارهای سازندگی و آبادکاری را در نظر داریم. بهتر نمودن اینفراساختور ساحه انرژتیکا در مد نظر حکومت مملکت قرار داشته سیمچوب‌های فرسوده و کارنوشای هم دوره به دوره عوض کرده می شوند. همین تدبیر در دهه نوبهار ناحیه شهر نو نیز راه اندازی گردیده طبق لایحه گرانتی پیلوتی از جانب کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این موضع 112 سیمچوب و 15 کیلومتر خط انتقال نیروی برق پورا عوض کرده شده روشننمایی جاده ها توسط نصب 60 عدد فروزانک تامین گردیدند. با مقصد دسترسی پیدا نمودن ساکنان محله های احتیاجمند به آب تازه نوشاکی در دهه گلریزه با مبلغ زیاده از 320,000 سامانی از عمق 136 متر آب برآورده شد که اکنون به 73 خواجگی این دهه انتقال آب تازه نوشاکی تامین کرده می شود. همین گونه کارهای آبادانی و سازندگی جهت رشد محل و بهتر نمودن اینفراساختور راه و نقلیات، تامین ساکنان با آب تازه نوشاکی و دیگر سمت‌های مشکلات دهات مرحله به مرحله از جانب حکومت مملکت در یک جایگی با ساکنان و صاحبکاران و جلب سرمایه منبت نیز به راه مانده می شود. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، ناحیه شهر نو، اخبار.